آره دقیقاً. دوباره لایو گرفتم، داشتم صحبت می‌کردم که این دختری که شما مشاهده می‌کنید ایشون اینجا قلب من جا داره و من دوست دارم که ایشون همیشه اینجا قلب من باشه. داشتم با خدا صحبت می‌کردم، خدایا به من گفتش که خدا به من گفتش که شما حداقل تا 3 ماه و حد اکثر تا 3 ماه دیگه این دختر رو برای همیشه تو قلبت خواهی داشت، ولی قرار شد دیگه کمکم میکنه دیگه. قرار شد که من چیزایی که به من گفته رو انجام بدم و خداوند متعال که عاشقشم و همیشه میپرستمش و همیشه تو تنهایی‌ام باهاش صحبت میکنم و همیشه شکر گزارشم. باید صحبت کردم که این دختر رو برای همیشه بذاری تو قلب من و تو زندگیم باشه. حالا دیگه بعد ببینیم چی میشه دیگه، ولی با هم صحبت کرد دیگه. الان دارم به شما میگم که خداوند متعال من که باید صحبت کردم یه حسی درون من انداخت که گفتش که تو حداقل تا 3 ماه و حد اکثر تا 6 ماه دیگه با نمک‌ترین دختر رو کل کره زمین همیشه تو زندگیت هست و من بی صبرانه منتظر اون روزم، چون که من عاشق این دخترم، میپرستمش، واقعا میپرستمش و دوست دارم که همیشه تو زندگیم باشه و همیشه پله‌های ترقی رو با هم دیگه طی کنیم. چون که این دختری که الان بغل منه از صفر من بوده و الان هم که داریم با هم دیگه پیشرفت می‌کنیم و زحمت میکشیم، الان هم پیش منه. حالا یه تایمی منو مهراد با هم دیگه مشکل خوردیم و اتفاقا خوب شد که اون تایم به وجود اومد که بیشتر قدر هم دیگه رو بدونیم. من الان دیگه قدر مهناز رو میدونم و عاشقانه دوستش دارم و دوست دارم که همیشه کنار من باشه، چون که هیچ کس مثل این دختر نمیتونه منو درکم کنه و هیچ کس مثل این دختر نمیتونه توی نداریام، توی تنهاییام کنار من باشه. چون که من شما میدونید یه آدم فوق‌العاده عصبانی و آدمی هستم که با بقیه با اطرافیانم عصبانی برخورد نمی‌کنم و یه آدمی هستم که کلا حرفامو روک میزنم و اینکه خود واقعی من نمی‌مونم به ناز بگم تصدقت بشم، قرون شکل ماهت بشم، من عاشقتم. آدم‌ها با خود واقعیشون باشن. خود واقعی من اینم، تو زندگی مشترکم اینم و همینجوره اینم، این شکلی هم، من مدلم این شکلیه. یه آدمی هم که عاشق اطرافیانم هم، عاشق اینم که به اطرافیانم کمک کنم، عاشق اینم که همگی با هم بریم بالا، عاشق اینم که به همه کسایی که چه شمایی که الان داری تو لایو به من میگید چرت و پرت زیاد نگو و چه کسی که حرف من قبول نمی‌کنه، عاشق اینم که همیشه حال شما هم خوب کنم و حال خودم هم خوب باشه و همچنین زبونم گرفته دارم راجع به خواستگاری و فلان این صحبت می‌کنم. اصلا زبونم من اومده دیگه ادامه نمیدم. سلام، اینم آقا محمد، یکی از دوستای قدیمی. این پسرم از اول راهنمایی رفیقم بوده و همین الان هم رفیقم و همیشه کنارمه و همیشه هم دوستش دارم. یکی با معرفت ترین آدمای روزگاره. آدما خوبه که همیشه خود واقعیشونو به کسایی که دوستشون دارن نشون بدن، نه که 6 ماه 7 ماه 1 سال یا میگم من تصدق میکنم عاشق باشه که من عصبانی نمیشم، من فلان نیستم، من ولی زبونم خیلی چربونم. این شکلی هم دیگه واقعیه. خدایی منم واقعیه. نه نازم واقعیشون یه واقعیه، همیشه با هم دیگه بحث داریم. آقا عاشق این آهنگه شده. باشه. بیا با اینجاش بخونیم. من بلد نیستم. من بلد نیستم. بچه‌ها من برم کف خیابون هستیم، داریم هد میزنیم تو لایو داداش. اینجوری ما خاکیم، ببین تو خاکی کف خیابون.
دوستتون دارم. من حالا فردا اگه بشه بچه ما 15 بهمن سالگردمونه، سالگرد دوستیمونه و چون که من صبر ندارم تو 15 وایسم. چرا گفتی؟ من می‌خواستم یهو بگم. چون که صبر ندارم تو 15 وایسم صبر کنم. مهراز فردا میخوام ببرمش یه رستورانی که خودم چند سری 5-6 بار رفتم، با فضاش حال کردم و خیلی اون فضا رو دوست دارم که مهرازم ببرم و فردا اونجا با هم یه شام خیلی خفن بخوریم و کنار هم دیگه باشیم و بهتر کنیم. و اگه جای خیلی خفنی باشه و شما هم دوست داشته باشید حتما به شما معرفی میکنم که شما هم چون که من خودم چند سری رفتم و واقعا با فضاش فوق العاده حال کردم و عشق کردم. فردا قراره مهراز رو ببرم ساعت 8 شب میخوام به مهراز بدم اونجا و امیدوارم که شما هم دوست داشته باشید و میخوام براتون کلی استوری بذارم. عاشقتونم، دوستتون دارم. ان شاءالله که حال دلتون خوب باشه و همیشه کنار خانواده‌تون، زیر سایه مادر پدرتون، برادر خواهرتون همیشه خوشحال باشید. اولین چیزی که میمونه خانواده است. شما اگه خانواده‌تون رو دوست نداشته باشید نمیتونید هیچ کسی هم دوست داشته باشید. اول خانواده، بعد کسی که عاشقشید، بعد دوست، بعد رفیق، بعد کسایی که تو زندگیتون هستن. مهناز ولی مثل خانواده من میمونه چون که واقعا واقعیت مهناز 0 تا 100 منو دیده و میشناسه منو و مهراز هم مثل کابینت تو گفتی، یکی گفته خورده به کابینت، من مهراز هم مثل کابینت میمونه. مهراز هم مثل خانواده هم میمونه و آدم ها بعد اول مثل خانواده شون. راجب گردن من داره صحبت میشه. من یه بار یه استوری یادم گفتم بچه این گردن من جوش زده. آقا بذار بدم توضیح بدم. این جوش یکی هیچ موقع الان نزدیک 1 ماه رو گردنم هست. خب آقا چرا سوتی دادی؟ سوتی دادم؟ دارم یک جوشه. نه اونو کاری ندارم. کابینت مهراز مثل کابینت میمونه تو زندگی من. دوستتون دارم. مواظب خودتون، زیباییتون باشید و امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و کنار خانواده‌هاتون لذت ببرید. اول خانواده، بعد عشق، بعد دوست و بعد دوست نه رفیق. دوست که میدونید چیه که دوست کسی که از اتاق فرمان اشاره کردم. دوست کسی که شما باش 5 بار ارتباط گرفتید، دوست دارید باشون دوست، به اونو میگن دوست. رفیق کسی که تو آخر عمر کنارتون میمونه، حالتون رو خوب میکنه. رفیق کسی من که هم رفیقتم، هم دوستتم، هم خانواده‌تم، هم عشقتم، هم هیچ. کلا به بچه‌ها میگم که رفیق کسی که شما 10 سال هم نبینینش، بهش زنگ بزنید باز مثل 10 سال پیش باهاتون رفتار میکنه. عاشقتونم. امیدوارم که شب خوبی رو داشته باشید و به بهترین چیزا برسید. عشق برای منم دعا کنید که بتونم دختر خوشگل خوشقلب و از همیشه